تاثیر رشاد دلاور رفتیم. یک ورزشکار واقعا چی میگن WWE دیگه باید میشه. از اون چیزی که ما امروز شیدی کنم گپ بزنم میگم یک برستاش اگر اجازه شما باشه من میخوام آقای دلاور در آغاز بگیم ببینم بدستان میره از رشاد جان 12 معنی جور میشه. قوارتان رشاد عزیز خوش آمدین به برنامه عید خورشید. آرزو میکنم که دو روز عید بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. میخوایم یک حرکت بریم حال فعلا به برنامه بله به برنامه نمیکنم فقط بازویتان ما هم دو صف قضاوت کنیم. مقصد یکم خنفوق ما تنگ است. من از تو که خزمه بازم کلام است مقصد است که زیر فروش است. میشین مقصد آیسته که چوکی من هستم توان از این زدن نمیدونم و خدایی که ماشین بسیار کم است اگر داشت که مجبور کنم باش خودم به تلویزیون بودم. خب آقای دلاور چگونه عید آغاز کردین؟ میشه که در مورد دو روزی که سپری شد بگویید کجا رفتین چی کارها کردین مایکون در خدمتتون است. خب اولتر سلام خدا خدمت تمام شما و تمام بیننده عزیز تلویزیون خورشید تقدیم میکنم و بعدا عید سعید فطر از صمیم قلب برای تمام هموطنان عزیزم و برای تمام مجاهدین افغانستان، برای تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. رشاد دلاور هستم، یک تن از مردان امین افغانستان و ورزشکار در رشته کیک بوکس و نوگسته نباید گذاشت که اولین افغانی که میخوایم در مسابقات کشتی کردش. خیر ما هم پارتینات میشونم در قرار میایم همراهیت میباشم زیاد دیگه از سونه میریم میخوایم سر خوراک صورت کنم زیاد احجاره است تا خوراک نباشه این قسم آدم جور نمیشه. میشه که در مورد خوراک بویی که خودت چی میخوری؟ احمد جانم متوجه باشم قسم انتام جور پسای دلاور است متوجه باشم. تشکر. ما از طرف صبح 500 تخم مرغ میخوام. البته امی جان رشاد جان کشف میدم که البته پیش از چای صبح من ماش ورزشکار هستم میگم که این توصیه برای احمد زایی باشه متوجه باش. از طرف صبح 500 تخم مرغ پیش از چای صبح و 1 لیتر شیر. البته پیش از غیر از اینکه 3 وقت نان میخورم همون 3 وقت غذایی که میخورم غیر از این 500 تخم و 1 لیتر شیر سرای شب باز پیش از اینکه 15 دقیقه استراحت میکنم پیش از این 1 لیتر شیر دیگه استفاده نه ما خدا میگم چقدر پیسه داری کل پیسه را در خوراک دیگه مصرف نمیکنی زنده باشی. یک سوال دیگه میگم خانه کسایی که در این رفتی خود غذا نکشیدن والا تا فعلا خانه کس نرفتیم دوستان آمدن خانه ما دیگه اگر کسایی که همراهشی تو برگی نکردیم امیال از طریق تلویزیون خورشید برشان رو تبریک میکنم به خصوص به پدر جانم که اونا رو نتونستم من نزدیک ببینم دوستایشان رو میرسم دیگه ایده برای تمام کسایی که مرا میشناسن تمام هموطنان عزیزم تمام دوستایم ایده برشان تبریک. تشکر. نجیب هاشمی اشاره میکنم میگم بازیش یک بار این چیکو ببینیم چند دیگه این طرف میشه که دوستم نمیرسن تشکر میکنم از آقای دلاور که دعوت ما را پذیرفتن آمدن در برنامه عید خورشید. خب به همکارای ما همه منتظر هستم خانشوار همیشه سینمای شما عبید جان ما باید بودم که گوشکی در گوش ماست از اتاق فرمان هر هدایت میدن من مجبور هستم امروز یادتون عملی کنم. میگن که وقفه کوتاه است که بیننده های عزیز ازشون خواهش کنین که بقیه برنامه عید خورشید فراموش نکنن. در وقت کم ما مطالب بسیار جالب خدمت شما داریم تقدیم میکنیم. با ما باشید.